سبحان الله، این بهتان بزرگی است و این را شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله خودش در زندگی خود پاسخ میده. اگر کسی میخواد این مسئله رو بفهمه، مثلا بره در درر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجلد اول را حداقل بعضی از نامه ها و حرفایی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله داره در اونجا درج کرده، یعنی خاصتا جلد اول، نمیگم که یعنی بقیه را هم نخوانید، بخوانید. و یا الرسائل الشخصیه، این رو مثلا برید مطالعه بکنید که مجموعی از مقالات و نوشته ها و رسائل و آنچه که شیخ محمد رحمه الله فرستاده، اینها را برید مطالعه بکنید، ببینید خودتان. و طبیعتا من یک سری شبهات دیگری است که به خدمتتان عرض میکنم، اما قبل از آن اجازه بدید که بعضی از کتاب‌های شیخ را به خدمتتان معرفی بکنم. معروفترین کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب توحیده. این معروفترین کتابش می باشه و بهترین کتاب در واقع. سبحان الله، یعنی در نوع خود و در این بحثی که شیخ رحمه الله مورد بحث قرار داده، خاصتا توحید الوهیت، یعنی واقعا نظیرش را نداره، واقعا نظیرش را نداره. و کتاب الاصول الثلاثه از بهترین کتابهایش هست. کتاب کشف الشبهات از بهترین کتابهایش هست. کتاب القواعد الاربع از بهترین کتابهایش هست که الحمدلله الله متعال به من توفیق داد که این کتاب را شرح بکنم به زبان فارسی، ترجمه و شرح بکنم، به نام دجهای آهنین در دفاع از توحید رب العالمین، الحمدلله. و کتاب دیگری ایشان داره به نام مجموع فی الحدیث علی ابواب الفقه، مجموعی از روایات را ایشان جمع کرده در واقع در ابواب فقه. یعنی سبحان الله، این کتاب که شما میبینید اینقدر بزرگه که یعنی تعجب میکنید. به 4 جلد، من یعنی 4 جلدی از این کتاب دیدم، 4 جلد مجموعی از روایاتی که در ابواب فقه اون را آمده شیخ رحمه الله جمع کرده. یعنی نزدیک به کتاب مثلا المنتقاست، المنتقای مجد ابن تیمیه، یعنی جد علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، درسته؟ و سبحان الله، یعنی تعجب میکنید این کتاب که میبینید. من در ضمن این که یعنی بعضی از حرفایی را به خدمتتون نقل میکنم از بعضی از کسایی که متأثر از تبلیغات دیگران شدن درباره شیخ رحمه الله، این مبحث اونجا به درد میخوره که بعضا آمدن که شیخ رحمه الله عالم نبوده و فلان نبوده و این نبوده و اون نبوده. فقط کافیه شما همین کتاب رو مطالعه بکنید. حالا بماند که کتاب توحید، سبحان الله، یعنی شما تعجب میکنید این کتاب 66 باب داره. در هر بابی که نوشته، در انتها و در اخیر باب مجموعی از برداشت‌های را از 2 تا 3 تا آیه یا 2 تا 3 تا حدیث گفته. تعجب میکنید گاهی اوقات بیش از 20 برداشت میگه، 20 فایده از فواید حدیث و آیه را بیان میکنه. این نشانگر عمق یعنی توجه و عمق علم نفر رو نشان میده که چطور بتونه چنین تدبر بکنه روی آیات و احادیث. طبیعتا بدون علم انسان هر چی که تدبر بکنه، هر چی که خواسته باشه تفکر بکنه، شاید یک موردی 2 موردی بتونه برداشت بکنه. اما ای که در یک روایت یا در 2 روایت بیای نفر بیش از 20 برداشت بکنه، 20 موضوع را مطرح بکنه، اون هم گاهی اوقات موضوعات کاغذ پیچ، یعنی که اصلا قبل از او کسی نگفته، که قبل از او کسی چون این برداشت نکرده، این خودش شوی یعنی تعمق داره. بله. و ایشان کتاب‌های متعددی دارن. بعض از کتاب‌ها را اختصار کردن، خصوصا بعض از کتاب‌هایی که از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، از شیخ علامه ابن قیم رحمه الله. و در حقیقت ایشان اگر زندگیشان شما ببینید متأثر از کتاب‌های این 2 نفر شیخ رحمه الله، در حالی که ایشان یک استادی که با عنوان یعنی استادی که تمام عیار، یک عقیده و باور سلفی تمام عیار مانند خودش داشته باشه، شما نمیبینید در میان اساتیدش. درسته؟ چون زمان و شرایط عجیبی بود. شیخ رحمه الله در یک جای متولد شده، در زمان متولد شده که یعنی وضعیتش کلا دیگرگونه از نظر کتاب الله و سنت پیامبر علیه السلام. پس بنابراین شیخ رحمه الله بیشترین توجهش یعنی روی کتاب‌های این 2 شخصیت بزرگوار، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و شاگرد نجیبش علامه ابن قیم رحمه الله است. به هر حال ببینید دوستان گرانقدر، من میخوام که به خدمتتون برخی از شبهاتی که پیرامون شیخ رحمه الله مطرح شده در واقع ارائه بکنم. آنچه که در مورد زندگی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بود، بعضی از کتاب‌های نوشته شده که یعنی انسان میبایست به اونها توجه داشته باشه. اولین قضیه که میخوام در این مبحث مطرح بکنم، مثلا کتابی است به نام لمع الشهاب فی سیرت محمد ابن عبدالوهاب. در واقع این کتاب لمع الشهاب کتابی نیست که یعنی قابل اعتبار باشه
و به خاطر همینه که در این کتاب بعضی از دروغ‌های آمده، بعضی از چیزهای درد شده، یا حتی بعضی افراد دیگری که یعنی در شرح حال زندگی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، خصوصا در سفرهایی که کرده، شما یعنی مطالعه بکنید متوجه میشید که در واقع حرفای بی اساس و حرفایی هست که اساس و مبنای علمی و دقیقی نداره در این راستا. خصوصا این کتاب که نمیشه اصلا به اون اعتماد کرد و متاسفانه بسیاری از مستشرقین و بسیاری از روافض و دشمنان شیخ محمد ابن عبدالوهاب و دشمنان دعوتش متاسفانه که از این کتاب مستفید میشن یا استفاده میکنن بر علیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. کتاب لمع الشهاب حتی شما نمیبینید که یک یعنی نویسنده معروف و نویسنده دقیقی داشته باشه، یعنی شرح حال این کتاب کلا به هم ریزه، ولی در میان مردم یعنی به هر حال منتشره. و در این که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجدد عصرش بود شک نیست. من فقط در این باره کلام امام ابوالحسن ندوی رحمه الله را برایتان میخوانم. امام علامه سید ابوالحسن ندوی رحمه الله در کتابش تاریخ دعوت و اصلاح میگه که البته ترجمه فارسی است، پیش من ترجمه مولانا ابراهیم دامنی رحمه الله در جلد 5 باب 11 صفحه 506 چاپ و صحافی توحید، ایشان میگه که شیخ محمد ابن عبدالوهاب، کلام سید ابوالحسن ندوی، میگه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در محدوده اصل دایره توحید خالص، ریشکنی مراسم و آثار شرک، استیصال علائم و خرافات جاهلیت که برخی از مظاهر آن به علت گذشت زمان، جهل و نادانی، غفلت و تساهل علما در قسمت شرقی جزیره العرب در بعضی از مناطق و قبایل ترویج یافته بود، فرق توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحیدی که خداوند عزوجل از بندگانش میپذیرد و در قرآن کریم به صراحت به سوی آن دعوت شده، آن را توضیح و تشریح نموده است. یعنی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اینطور بوده و شکی در این نیست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجدد زمانش هست. فقط شما کافی است که زندگیش را از نظر خانواده اش و زندگیش را از لابلای کتبش متوجه بشید، نه اینکه مخالفینش چی گفتن. طبیعی است این خصوصا در اون دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است، دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها را دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کل آشان امام تراش و قبر پر تراش رو بندازیم. قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله هماند از رسول اظهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. حق مجازات شما را در قیامت می کند. روز محشر در میان انبیا و اولیا می کند قرآن شکایت در بساط کبریا. در حضور انبیا و اولیا و اصفیا، پس خدا تشکیل دیوان عدالت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. من چه کردم با شما که خارزارم کرده اید، پیش هر لامذهبی بی اعتبارم کرده اید. در میان کوچه پر گرد و غبارم کرده اید، هیچ کس
کس با دین و آیین شناعت می کند در قیامت از شما قرآن شکایت می کند در قیامت از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها روزی دهنده و تنها فقیر کننده، تنها مریض کننده و تنها شفا دهنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده. او در ملک و ملکوتش هیچ کسی را شریک خود قرار نداده است، نه امامی را، نه پیغمبری را، نه بزرگی نه کوچکی، برعکس آنچه که دروغگویان امام تراش و پیغمبر پرست، عیسی پرست و علی پرست ادعا می کنند. او را هیچ نیازی به شریک و انبان نیست. او در کشتی ناخدای کشتی عالم تک است و برای چنین دعوت روشن و واضحی پیغمبران فرستاده، برای که مردم توحید را به خوبی بشناسند. درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان جناب محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، که با تحمل رنج‌های فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی و عرفان و معرفت راستین را به ما آموخت. و درود خداوند بر خانواده او، بر خاندان پاک او، بر اهل بیت مطهر او، بر یاران با وفای او که با فدا کردن جان و مال خود در این راه چنان مرزیان قرآن و خداوند قرار گرفتند که خداوند در قرآنش بار و بار از یاران محمد به نیکی یاد کرده و از همه مؤمنان خواسته که همچنان که خداوند از اونها راضی شده و وعده بهشت بهشون داده، اگر بخواهید از شما نیز راضی شوم و شما را به همان بهشت ببرم، از اونها به نیکویی پیروی کنید. نمس کوردلان رافضی مشرک، از اونها بدگویی کنید. هیچ ملتی در تاریخ جهان به این شوربختی و شقاوت گرفتار نشده که همسران پیغمبرش را بدگویی کند، یاران پیغمبرش را بدگویی کند.
خداوند ما و شما را وسیله‌ای برای هدایت و اصلاح این نگونبختان قرار بدهد و اگر هدایتشون مقدر نیست شرشان را سر کشور ما و سر مسلمین بردارد. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین راهنمود نبوی، همچون که رسول اکرم علیه السلام فرمودند. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه مبارکه 42 از سوره شریفه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مپندار از کرده ظالمان خدا هست غافل به دور زمان، ولی کیفر این پلیدان خار، پلیدانی چون خامنه‌ای، چون خمینی، مثل هر ستمگر و ظالمی، ولی کیفر این پلیدان خار به تأخیر می افکند کردگار، که تا آید آن روز ناگه از راه به چشمانشان خیره ماند نگار. اینجا قرآن نهی میکنه اینکه خداوند به غافلان، به ظالمان فرصت میده کسی گمان بد بکنه. ولذا میفرماید لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. گمان مبرید. این لا بهش میگن لا ناهیه. انسان که از چیزی نهی میکنه، شما وقتی کسی رو مثلا ناراحت ببینی میگی ناراحت نشو، یعنی این نهی معنیش اینه که بعضی از مردم چونی فکر میکنن که خداوند از ظالمان، از امام تراشان، از پیغمبر پرستان، از پیر پرستان، از نوح خانان، از سینه زنان، از زنجیر زنان، از رانت بخاران، از دزدان مال ملت، بخصوص در لباس در زیر عمامه روحانیت مده تشیع، فکر میکنن خداوند غافل ازشون. بعضی از مردم در این پندارها، در این توهمها خواهند افتاد. ولذا خداوند فرمود که ولا تحسبن الله غافلا، خدا را غافل مپندارید. چطور انسان گمان میکنه خداوند بیخبره، غافله؟ شما چطوری میشناسی که شخصی خوابه؟ وقتی میبینی مثلا چشماش بسته، مثلا اینی که خوابیده یه علامت های نشون میده که شما فکر میکنید ایشون خوابیده، خبر نداره، چشماش بسته بود مثلا. لیکن وقتی شما اشاره بکنید میگه نه گمان نکن من خوابم، من بیدارم، اگر چشماش هم بسته باشه مثلا، مادامی که خدا برا تشبیه، مادامی خداوند جل جلاله و نواله من و شما رو نهی میکنه از اینکه گمان بکنیم که از ستمگران، از ظالمان، از ولی فقیه ها، از روحانیت های دجال، چه در لباس تشیع چه در لباس غیر تشیع، غافله. بلکه بعضی از مردم چون میپندارن، بدون شک این اشتباهه. چی باعث شده که
اونها گمان کنند که خداوند کاری به کارشون نداره، غافله. این که خداوند کافران و مشرکان و غالیان و عیسی پرستان و علی پرستان و قبر پرستان و عزیر پرستان و بزرگ پرستان و با مالی که بهشون میده، با بچه‌هایی که بهشون میده، با قدرتی که بهشون میده، فکر میکنند که خداوند باشون هست، غافل از دیگرانه. که فکر میکرد روزخانان 2 تومانی بیان قدرت رو در ایران دست بگیرن؟ ولذا خداوند در آیه دیگه میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. در سوره آل عمران آیه 196 و 197. این که کافران، دین ستیزان، ناباوران، مشرکان، پیغمبر ستیزان، این که در قدرت دارن در زمین، از این شما را فریب نده. کالای مختصریه، بعد جایگاهشون جهنمه. ورزه در آیات متعددی خداوند تذکر میده که خداوند به ظالمان، به ستمگران، به روحانیت‌های دجال فرصت میده. ورزا حضرت ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام دعا میکرد که اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. آنگاه که ابراهیم گفت که ای خدایا این سرزمین را، مکه مکرمه را، سرزمین امنی قرار بده و ساکنانش را از محصولات دنیا نصیب کن، کسانی را که ایمان به خدا و روز قیامت آوردند. خداوند فرمود قال و من کفر، حتی کسی کفرم بورزه، فامتوه قلیلا، در این دنیای اندک کارایی بهش میدم، لیکن بعد از اون به سوی جهنم میبرمش که بد جایگاهی است. در سوره انعام آیه 44 میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که آنچه را که ما بهشون تذکر داده بودیم فراموش کردن، اون کتاب آسمانیه. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، در همه چیز براشون باز کردیم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا اینکه با آنچه که بهشون داده شد شادمان شدند، غافل شدند، خدا را زیاد بردند. اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، آگاهانه گرفتشون، زیر و زبرشون کردیم. یعنی مقصودی که آیه های متعددی هست در قرآن کریم، خداوند جل جلاله و منواله تأکید بر این داره که کافر و مشرک و بدعتگزار رو کمک میکنه، صحت بهش میده، قدرت بهش میده، مال بهش میده، فرزند بهش میده، تا اینکه چون این کافری، چون این ظالمی، چون این مشرکی، چون این ولی فقیهی، چون این قبر پرستی، چون این بدعتگزاری، چون این دولت صفوی، چون این دولت خمینی، چون این دولت فاطمی گمان میکنند که خدا ازشون غافله. شوروی ها فکر میکردن خدایی نیست، گمان میکنند که خداوند محاسبهشو نمیکنه. اشتباه بزرگ در همین جاست. واسه این که خداوند به کافران و مشرکان و به ظالمان فرصت میده تا به چنین گمانی بیفتن، این خودش یک حکمتی داره. ولی سوال دقیق اینه که چرا خداوند به کافر، به مشرک، به ظالم، به روزخان، به روحانیت دجال امام تراش، به روحانیت دجال پیغمبر پرست مال میده، قدرت میده، اسباب رفاهیت میده؟ برای که چون این کافر و مشرکی گمان کنه که خدا ازشون غافله. امام پارتی بازی میکنه. شما فرزندی کارگری دارید، فرزند بلا تشبیه چه نسبت خاک را با عالم پاک، در دکانت کار میکنه. شما صبح دکان باز میشه تا شب سر صندوق نشستید، کلیدام دستته،
آیا این کارگر میتونه به صندوق نزدیک بشه؟ نه، بلکه یک ثانیه هم شما بهش فرصت نمیدی. آیا شما میدونید که این کارگر خیانتکار یا امینه؟ محاله، بلکه امتحانش نکردی. فرصتی پیش نیامده که حقیقت اونو بشناسی. لیکن اگر تغافل کنی یه روز که آیا میخوای بشناسیدش که امانت داره یا خائنه، بلکه امانتش ظاهر نمیشه، معدنش ظاهر نمیشه مگه اینکه اختیار رو بهش دستش بدید، ازش غافل بشید. یه چنین غفلتی خودتو به تغافل بزنید. چنین تغافلی برای تربیته. خداوند عزوجل به کافر مهلت میده، مال میده، فرزند میده، به شاه، به گدا، به ولی فقیر، به صحت میده. همه اینا برای امتحانه. اینجا معنی اول اینه که این کافر و این مشرک، این روحانیت دجال حقیقتش ظاهر نمیشد، معدن اصلیش ظاهر نمیشد مگه اینکه بهش فرصت داده بشه. شما فرض کنید خداوند جل جلاله و منواله همه بندگانشو بر اولین اشتباه مستقیم مؤاخذه میکرد. آیا اون وقت راستی راستگو، دروغ ظاهر میشد؟ هرگز. بلکه هر کسی که گرفته میدیدن که دیگران گرفتار میشن کسی معصیت نمیکرد، نه به خاطر محبت، نه به خاطر ترس، بلکه به خاطر اینکه از مجازات سالم بمونن. خداوند عزوجل که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، مرگ و زندگی رو خلق کرده، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوندی که مرگ و زندگی رو آفریده تا شما رو ابتلا بکنه، امتحان بکنه کدام یکتون عملش بهتره. هو العزیز الغفور، خداوند عزیز و بخشنده. یا در آیه دیگر ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین، در این موارد آیه ها و نشانی ها است و ما همه رو امتحان میکنیم، ابتلا میکنیم. گویا که علت خلق من شما، علت پیدایش من شما یکیش ابتلاه، امتحانه. و این ابتلا انجام نمیشه مگه شما در این توهم بیفتید که خداوند ازت غافله، باید کاری نداره، در صورتی که خداوند غافل نیست. اصل اینه خداوند جل جلاله و منواله همه مردم رو خلق کرده تا به سعادت برسن، لیکن این سعادت دست خودشون داده. یه لحظه رو این آیه توجه بفرمایید. آیه 129 سوره طه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسمى. اگر کلمه خداوند، تقدیر خداوند سبقت نمی گرفت، اینجا امر ضروری می شد. لیکن کلمه که از طرف خداوند الزام آوره، اون کلمه چیه؟ اون هلاک کردن. یعنی اگر کلمه خداوند سبقت نمی گرفت، خداوند معصیتکاران فوری هلاک میکرد، کافران فوری هلاک میکرد، مشرکان فوری هلاک میکرد، منحرفان فوری هلاک میکرد. ولولا کلمه سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى. لیکن این کلمه ای که سبقت گرفته است از خداوند به اون کلمه پایبنده. اون کلمه چیه؟ اون اینه که من شما رو خلق کرده تا به سعادت برسیم. درست بلا تشبیه مدیر یک دبستان، مدیر یک دبیرستان، یک مدیر کارکشته و موفق که دارای عقل بزرگی است، دارای قلب بزرگی است، همه غمش
مصلحت دانش آموزانه. آیا چنین مدیری با اولین اشتباهی که یه دانش آموز انجام میده فوری از مدرسه اخراجش میکنه؟ برای هدف از مدرسه اخراج کردن طلاب نیست. هدف از ایجاد مدرسه، این همه استاد، این همه زحمت، این نیست که دانش آموزا اخراج بشن، بلکه هدف تربیتشونه، تهذیبشونه، تعلیمشونه، آموزششونه، پرورششونه. ولی دانش آموزی که مقصره فوری مؤاخذه‌اش نمی‌کنن، ادبش نمی‌کنن، بلکه همه به آیندهش فکر میکنن. این مثاله. اگر انسانی گناهی مرتکب میشد، خداوند هلاکش میکرد، این انسان کافر میمرد، بر همیشه وارد به جهنم میشد. لیکن این کلمه اونه که خداوند همه رو خلق کرده تا به سعادت برسن، اینه که مجازات رو به تأخیر میندازه و این همینه که باعث میشه که ظالم، ستمگر، خونخوار، خامنه‌ای ها، خمینی ها، خلخالی ها، روحانیت دجال حاکم فکر کنند که خداوند باشون کاری نداره، خداوند باشون هست، در صورتی که خداوند غافل نیست. خداوند با هیچ ستمکاری نیست و هیچ حرکتی نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ لفظی نیست، هیچ خاطره ای نیست مگه که خداوند رقیب و شهیده برش. ولذا وقتی انسان فکر کنه که خداوند ازش غافله یا باش کاری نداره، ببخشید دچار یک حماقت بسیار بزرگ شده. بی عقل و کودن اونه که خدا را غافل فرض کنه، از صبر خدا سوء استفاده بکنه. وقتی که انسان چنین گمانی بکنه که خداوند باش کاری نداره، در بزرگترین اشتباه زندگیش افتاده. وقتی انسان فکر کنه که خداوند محاسبهش نمیکنه، کسی رو محاسبه نمیکنه، کسی رو عقاب نمیکنه، به دلیلی که فلانی این همه ظلم کرده، بهش صحت داده، مال داده، جمال داده، زیرکی داده، در صورتی که کفرش، ظلمش، فسقش، فجورش، روزخانیش، سینه‌زنیش، خونخواریش، رانتخاریش روز به روز بیشتر میشه. هرگز چنین فکری نکنید که خداوند غافله، من شما عجولیم. هرگز چنین فکری نکنید که خداوند چون به انسانی مال و منال و جاه و جمال داده ازش غافله. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. وقتی که اون چرا که بهشون داده بودیم فراموش کردن، اون چرا که بهشون تذکر داده بودیم فراموش کرده بودن، ابواب هر چیزی رو برشون باز کردیم. این استدراجه. درست مثل مرغی، دانه شما جلوی مرغ میندازید تا شکارش کنید. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا اینکه با آنچه که بهشون داده شده بود شادمان شدن. اخذناهم بغتة، ناگهانی گرفتیم همشونو. در آیه دیگه میفرماد قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بگو سیر کنید در زمین، گردش کنید در زمین، بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. یعنی این مهار شور کردن برای اینه که شما عبرت بگیرید تا بدونید که عاقبت تکذیب کنندگان، عاقبت شرک پیشگان، عاقبت قبر پرستان، عاقبت امام تراشان، عاقبت فریبکاران، عاقبت تحریفگران دین چه شده. کسانی که چنین میکنن چه بسا خداوند بهشون مال بده، قدرت بده، زیرکی بده، جمال بده و روز به روز قدرتشون بیشتر میشه، در لذت ها و شهوت ها غرق میشن. لیکن وقتی که وقت مؤاخذه خداوند میاد، این بطش ربک لشدید، مؤاخذهش بسیار شدیده. از نادانی، از کودنی، از حماقتی که انسان فکر کنه که خداوند غافله. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ غفلتی رو به سراغش نمیاد،
له ما في السماوات و ما في الارض. همه چیز که در آسمان ها و زمینه از آن اوست، یعنی ولایت از آن اوست، از آن امامان جعلی و زورکی زندیق های مدعی تشیع نیست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که پیش او بتونه شفاعت کنه مگه به اجازه خودش؟ و در صورتی که در دنیا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، کسی که وساطت نیکی بکنه، وساطت درستی بکنه، یه بهره‌ای داره پیش خداوند. و کسی که شفاعت بدی بکنه مسئولیت داره. و یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا، روزی که خداوند همشونو مبعوث میکنه و با آنچه که عمل کردند خبرشون میده، آنچه که خداوند همه را شمرده و اینا فراموش کردن. والله علی کل شیء شهید، و خداوند شاهد هر چیزی است، گواه بر هر چیزی است. یعنی کس دیگه اینطوری نیست. هر کسی غیر از خداوند را حاضر و ناظر بدونید، از اسلام چنان بیرون رفتید که تیر از کمان خارج میشه. اون غیر خدا، چه امام باشه، چه پیغمبر باشه، چه بزرگ باشه، چه کوچک باشه، تنها خداونده که بر همه چیز حاضر و ناظره. یعلم خائنة العیون و ما تخفی الصدور، آنچه که خیانت های چشمه و آنچه که در دلها پنهانه خداوند اونو میدونه. ولقد خلقنا الانسان، در آیه دیگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان رو آفریدیم و وسوسه های آنچه نفس که براش وسوسه میکنه اینو میدونیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما در گردنش بهش نزدیکتریم. ولذا میفرماید در سوره انفال یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، ای مؤمنان استجابت کنید به خدا و رسول. نگفت به امام، امام خودش مکلفه که به امر رسول گوش کنه. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی که خدا و رسول شما را به چیزی دعوت میکنند که شما را زنده میکنه. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدونید که خداوند چنان قادره که بین انسان و قلبش حائل میشه. و انه الیه تحشرون، همانا به سوی او حشر میشید، نه به سوی علی، نه به سوی امام، نه به سوی دیگران. ای انسان، نفست مثل صفحه روشن پیش خداونده، هیچ چیزی براش مخفی نیست، هیچ چیزی نه در زمین نه در آسمان. خداوند حرکت مورچه رو در شب سیاه بر سنگ صاف میبینه و میشنوه. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، گمان مبرید که خداوند از اعمال ظالمان غفلت داره. اگر بر کسی ظلم کردید، چه بر ملت چه بر خانواده‌ات، هر کسی به اندازه قدرت خودش، و گمان کردید که خداوند باید کاری نداره، این عین حماقته. کسی که بر همسرش ظلم میکنه، کسی که دکانی داره بر خریدارش یک کالای فاسد رو میفروشه، چیزی که تاریخش تمام شده، از یک کشور دیگه میفروشه و فکر میکنه که این زیرکیه، این خرید و فروشه، این تجارته. این یک حماقت بزرگه و در مقابل عوضش پرداخت خواهد کرد و در مقابل عوضش دوچندان پرداخت خواهد کرد در همین دنیا قبل از آخرت. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، گمان مبرید که خداوند از آنچه که ظالمان انجام میدن غافله، از آنچه که خمینی ها و خامنه‌ای ها و بشار ها و بقیه اکر نکرهاشون انجام میدن ظالمه. همچنین کسی که بر برادرش ظلم میکنه، بر خواهرش ظلم میکنه، بر همسرش ظلم میکنه، بر همسرش بیشتر از طاقتش ازش کار میگیره، در نفقه و خرج دادن کوتاهی میکنه، فکر میکنه که این همسر مثلا
قوم خیشی نداره که درش دفاع بکنه. چونیه؟ اما کارهای بسیار بسیار اشتباهه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا را غافل مپندار از آنچه که ظالمان انجام میدن. داستانها، قصه های عبرت آمیز در این مورد بیشماره. یه انسانی یه حیوان به عنوان یه سبب کوچک شکنجهش میکنه. همین انسان 20 سال بعد با همین روشی که اون حیوان رو کشته بود به دست یک انسان دیگه شکنجه میشه تا میمیره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا را غافل مپندارید از اون چه که ظالمان انجام میدن. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. بلکه اونها رو نگه میداره به روزی که چشمها خیره میشه. ورزا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که رسول اکرم علیه السلام فرمود زنی یک گربه رو زندانی کرد. نه غذایی بهش میداد نه آبی بهش میداد تا این گربه از گرسنگی مرد. فدخلت فیها النار. همین زن به خاطر کشتن همین گربه وارد جهنم شد. پیامبر فرمود که نه غذاش میداد نه آبش میداد نه رهاش میکرد که از علفهای زمین بخوره. وقتی که انسان بر گربه ظلم بکنه وارد جهنم میشه. بر ملتی ظلم بکنه چی؟ بر ملتی خدعه بکنه چی؟ چون که خمینی ملعون خدعه کرد، چون که خامنه‌ای ملعون ملتو داره میکشه، چون که بشار ملعون و امثالشون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در حدیث قدسی یا عبادی ای بندگان من انی حرمت ظلم علی نفسی. من ظلم بر خودم حرام کردم و جعلته بینکم محرما و در میان شما هم حرام قرارش دادم. فلا تظالموا. هرگز کوچکترین ظلمی نکنید. یا عبادی کلکم ضالون الا من هدیتم. همتون گمراهید مگر کسانی را که من هدایت کنم. فاستهدونی اهدکم. از من هدایت بخواهید تا شما را هدایت کنم. نگفت از قبر را هدایت بخواهید. یا عبادی ای بندگان من همتون گرسنه اید مگر کسی را که من غذا بدم. از من غذا بخواهید تا شما رو سیر کنم. ای بندگان من همتون لخت و اورید مگر کسانی را که من لباس دادم. از من لباس بخواهید. ای بندگان من انکم تخطئون باللیل و النهار. شب روز شما در اشتباه میافتید. و انا اغفر الذنوب جمیعا. و من همه گناهان رو میبخشم. فاستغفرونی اغفر لکم. از من طلب مغفرت کنید تا شما رو ببخشم. نه از امام رضا، نه از امام علی، نه از این مرده و آن مرده. یا عبادی ای بندگان من شما نمیتونید به من ضرری برسونید که به من ضرر برسونید. شما نمیتونید به من نفعی برسونید که به من سودی برسه. ای بندگانم اگر اولتان و آخرتان و انستان و جنتان مثل متقی ترین شخص شما باشن، قلبشون مثل متقی ترین شخص شما باشه، در مملکت من چیزی اضافه نمیشه. یا عبادی ای بندگان من اگر اولتون آخرتون انستان جنتان بر فاجرترین قلبشون یکی از مثل شما باشن که فاجرترینتون باشه، از مملکت من چیزی کم نمیشه. ای بندگان من اگر اولتان و آخرتان و انستان و جنتان در یک میدان جمع بشید، هر چه دلتون میخواد از من بخواهید و من همه آرزوهاتون رو برآورده بکنم، سوالاتون رو پاسخ بدم، از مملکت من چیزی کم نمیشه مگر سوزنی رو با اقیانوسی بزنید و بیرون بیارید، دریایی بزنید بیرون بیارید. یا عبادی ای بندگان من همانا عملکردهای خود شماست که اینها رو من میشمارم. اینها رو به تو مجازات میدم. هر کسی خیری دید شکر خدا بکنه،
هر کسی بدی دید جز خودش را ملامت نکنه. در آیه دیگه اومده که الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، نمیبینید اونهایی را که بهشون گفته میشد که دست نگه دارید، نماز به پا دارید، زکات بدید، نگفت خمس بدید. فلما کتب علیهم القتال، وقتی مبارزه برشون نوشته شد، قتال برشون نوشته شد، اذا فریق منهم، گروهی از اونها از مردم چنان میترسیدند که از خدا میترسند یا بیشتر، و میگفتند که ای خدای چرا بر ما قتال نوشتی؟ کاش که ما رو به تعجل معینی نزدیکی به ما فرصت میدادید. قل متاع دنیا قلیل، بگو متاع دنیا اندکه و آخرت بهتره بر کسانی که تقوا پیشه باشند. ولا تظلمون فتیلا، به اندازه یک پوسته هسته خرما یا به اندازه یک سر سوزان ظلم نمیشی. و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میزان عدالت در قیامت به پا میداریم. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفسی برش ظلم نمیشه، اگرچه به اندازه یک خرمهره هم باشه، از هر جا باش حقشو میاریم. و کفی بنا حاسبین، کافیست که حسابگر ماییم، نه که حسابگر ائمه. اولم یسیروا فی الارض، آیا در زمین نمیچرخند، نمیگردند تا بنگرند که سرانجام ظالمان چه شده، سرانجام کسانی که قبل از اونا بودن چه شده؟ کانوا اشد منهم قوة، از اونا قوی‌تر بودن، در زمین آثارشون مونده، کاخ‌ها بنا کردن، غارها بنا کردن، بیشتر از اینها بنا کردن. و جاءتهم رسولهم بالبینات، پیغمبران با بیانهای واضح پیشون میرفتن. و ما کان الله لیظلمهم، در شأن خدا نیست که بر کسی ظلم کنه، لیکن خودشون بر خود ظلم کردن. ولكن كانوا انفسهم یظلمون. تا اینجا توقف میکنیم، انشاءالله که بقیه رو در جلسه دوم یا سوم ادامه میدیم. بریم سراغ کلیپ هاتون یا سوال هاتون. آیه هدایت شده اصفهانی که شما رو منور کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. خوشحالم که پس آن مدت‌ها محرومیت از فیض شبانه‌ای که در خلال برنامه زنده و از مطلب نصیحت ما میشد مجددا این توفیق را امشب دارم که از کلام و علمتان برنامه‌های پرباران کسب فیض کنم. خداوند ما و شما علم و عمل نصیب فرماید و بر علم افزوده و بر ایمان ما استوارتر از گذشته بایستیم. آمین یا رب. هدایت شده هیئتی. آقای احمد از شهر کرد. من شیعه هستم ولی در مراحل موحد شدن هستم. خداوند دستون رو بگیره. سخنرانی جناب عالی و مولانا عبدالقدوس و دهقان و استاد حسینی و روی من خیلی تأثیر گذاشت. نظر شما در مورد شیخ عبدالوهاب و شیخ عبدالعزیز بن باز و شیخ تمیمی و شیخ محمد نعمان چیست؟ اینها همه مصلحان بزرگ دین هستند، از ائمه بزرگ دین هستند در اصل خودشون و مذهبشون مذهب توحیده، مذهب سنته، مذهب قرآنه و خداوند دست شما را بگیرد. کسی که دیدگاه این بزرگان ها تبلیغ کنه بیان بگوند که ما دیدگاه اینها رو تبلیغ میکنیم مثل هر موحدی. مولانا چطور میشه با شما صحبت کرد از افغانستان؟ ولی متاسفانه فرصت صحبت ندارم، لیکن هر سوالی داشتی همینجا در واتساپ در خدمتون هستم. در
برنامه زنده فقط. آقای باباجان از تاجیکستان: کفر و شرک در تعظیم با اجرای پروفسور عبدالظاهر دایی. اولین ببینیم. کفر شرک در تعظیم مخلوق. تعظیم چی است که ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، این تعظیم میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه میگه؟ عظموا ربکم. کی تعظیم بکنیم؟ ربکم. در اسلام سجده احترام نیست، چون رسول الله هم گفت که اگر سجده احترامی بود ما بر زنها میگفتم برای شوهر خود به حساب احترام سجده بکنن، اما سجده نیست، این حق نیست. در اسلام سجده احترام نیست، سجده عبادت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه میگه؟ عظموا ربکم. کی تعظیم بکنیم؟ آیت الله تمساح یزدی که لعنت خدا برش باد بر پای خامنه‌ای سجده کرد. لطفاً متن را کامل خوانده پاسخ دهید. دکتر صاحب، به عقیده علمای سلفی رأی دادن در انتخابات کفر است؟ نه، این حرف درست نیست. شیخ بن باز رأی دادن رو جایز میدونه. اینا بستگی مصلحت داره که مصلحت مسلمانان در کجا باشه. آیا کفرش کفر اکبر یا اصغر؟ نه اکبر نه اصغر. اگرچه بعضی سلفی های بخصوص جهادی ها میگن که اینا کفر، ولی این حرف درست نیست. شریعت برای مردم ترکی چه حکم میکند که در انتخابات اشتراک دارن؟ رأی خود را به دو نفر دادن، یکی از آن را لیفتای باردوان، دیگری رقیب بود. اونا که به رقیبش رأی دادن بر کفر و شرک رأی دادن، برای که علوی کافره. اونایی که بر رجب طیب اردوغان رأی دادن کار بسیار خوبی کردن. رجب طیب اردوغان ترکیه رو از قعر بدبختی کشوند به عزت و آبرو دادن به ترکیه. خلاصش همینه. آقای بلوچی محب: علیکم السلام طولاد. چندی وقت براتون تماس شبکه ماهواری نداشته، فقط از طریق اینترنت بوده. نه، اینترنت نبوده. هر موقع که ماهواره بوده اینترنت بوده. ولی این بنده حقیقی فقط به انسان زندگی میکنم، نه اینترنت نه غیره. فقط شکر خدا همین برق داریم. مولانا صاحب، من از ته قلب نورانیت تو رو من که صاحبتین بندگان میدارم. خدا کنه چونی باشه، ولی ما چونی نیستیم. خدا مریضتون رو شفا بده و بهتون صبر بده، هم شما و هم خانومتون رو، هر دوتون رو شفا بده و فرزندتون هم شفا بده. انشالله که در خانه کعبه هم برات دعا خواهم کرد. آقای بلوچ نیمروزی: خیلی متشکرم. من اهل سنت هستم، اما اول شما با شبکه توحیدی خود و باقی شبکه توحیدی اسلام حقیقی رو دونستم. والله بالله تعالی قسم اگر شما مجاهد آموزگار نمیدید، شبکه نورانی شما نبود، امثال من دیری گمراه شده بودیم. خدا را شکر، خدا دستون رو بگیره. آقای سلطان سلیم خمینی: توجه داشته باشید کی دارد خلاف میکند به اسم اسلام، کی دارد خرابکاری میکند به اسم اسلام. اگه عمامه سرش هست بزنیدش کنار، خود معممین بزنیدشون کنار. اگه تو پاسداراست، پاسدارهای مسلمین اسلامی که همه زحمت را به عهده دارند بزنندشون کنار. اگه در ارتش هست ارتشی ها بزنندشون کنار. جاندارمریست اونا بزنن، تو بازار بازاری ها بزنندشون کنار.
تو کارخانه هاست، اونا بزنن میشیم کنار. اینا در هر جایی میخوان یک نفوذی بکنن و یک افسادی بکنن به اسم اسلام و این خطر است برای نهضت شما. هیچ کسی به اسم اسلام بزرگترین فسادی بزرگتر از خودت انجام نداده. به ساده در آمدن آخوندها از ترس. آخوند بروجردی وضع مردم خوب نیست. وضع مردم خوب نیست، وضع معیشت مردم نه خوب نیست، خیلی بده. عزیزان، آقایان مسئولین، این تورمی که این بساطش رو سر مردم گسترده شده زندگی مردم رو داره از بین میبره. الان که اینا رو که دیگه همه میدونن، اگه شما راست میگید وقتی که این حرفا گردن میپرون میگفتید این حرفا رو. الان که مردم تو خیابونا داد میزنن. بفرمایید ببینید. این تمدنی که آقای خامنه‌ای بشارت بهش میده. نسبت این کودکان به حضرت حسین علیه السلام آیا اهانت بهش نیست؟ یک زندانی جوان بلوچ در خطر اعدام در زندان جیرفت رصد بلوچستان. این زندانی بلوچ فریدون نصیری نژاد فرزند محمود 33 ساله متأهل داره 4 فرزند ساکن زاهدان عنان شده. لازم ذکر است که فریدون در تاریخ 10/5/99 با اتهامات مرتبط مواد مخدر در پاسگاه دلفارد جیرفت بازداشت شده. حکم اعدام وی نیز تایید شده. نادر خدا. مجروح شدن یک سوختبر بلوچ در پی تیراندازی ماموران نظامی و آتش گرفتن خودرو در قصرکن. آقای ابو فاروق مصنع واقعیت‌ها در مورد گروه موسوم به طالبان و همان امارت اسلامی افغانستان از زبان دعوتگر معروف دکتر ذاکر نایک بشنوید. بسیار مهم. من نیست، من هیچ چیزی گفتن نمیتوانم. لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے طالبان کا تعلق ہے. این باید خیلی قدیم باشه چون اینجا خیلی نوجوانه. مگر یک چیز را میفهمم که مربوط به افغانستان و طالبان می شود. شما بارها در شبکه CNN دیدید که طالبان یک خانم را به حد لطوکوب می کند و اینها خانم ها را زیاد شکنجه می کند و این گروه بسیار ظالم هستند. من من حیث دعوتگر بسیاری از کشورهای جهان را گردش می کنم. 2 سال پیش یکی از کشورهای اسلامی رفته بودم و اونجا با یک خانومی که دکتر هم بود ملاقات کردم. اون خانم تقریبا 1 ماه نزد طالبان اسیر بود و به من گفت که شما در رسانه ها می بینید که برخلاف طالبان خبرها را پخش می کند که گویا با خانم ها برخورد زشت می کند و اونها را لطوکوب می کند. تمام اینها دروغ است. آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا وہ
मियाँ बीवी ने कहा احتمالاً من پرسیدم در وقت حکومت سابقشونه. خب گویا که سوال جدیدی نداریم. بسیار خوب، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآن شکایت می کند حق مجازات شما را در قیامت می کند. من کلام روح و بخش کبریایی بودم، معجزه پیغمبر الهام خدایی بودم. من کجا ای قوم و اسباب گدایی بودم، هر کسی احکام دین زمانی که شیخ محمد بن عبدالوهاب می کند.